سایتچی اینجی کستا قبرا اکثر از طفلا از اولادای ریزه اونایی که مطلب 5 ساله 6 ساله 10 ساله یا السلام علیکم ناظرین گرام، صبح تمامی شما بخیر، خوش آمدید میگم در یوتیوب چنل چنگیزی بایی. از متن ویدیو شما فهمیده باشین که این ویدیو مطلب درباره چیز است. این ویدیو خو مطلب ما سرسری امتر یک میگم که این ویدیو کست درباره قبرستان است. قبرستانی طرح که ما اینالی کست در مختلف امی مطلب جگای حصه های از قبرستان مورم که اونجی کست مرحومینی امزی دوستای از مو کست برادر گل دفن است. مرحومینی یک بلوک مردم کی مطلب مردراو مینگرنا که خصوصا در ملکای خارج هستند اونا با مرحومین از مرحومین خساله است که دور هستند. باز ما گفتم برای اونا کست میتر یک ویدیو بگیرم از قبرستانی و اونا را کست ما نشان بدم قبراره تاکه اونا فاتحه بده. اور یک دیگر گفتم که شما شیر کنم ای درو آواز مر که شما درو میشنوین ای از اینجی وایرلس مایک است. وایرلس مایک چطور کنال ما 2 روز پیش 3 روز پیش مایک است انباکسینگ کردم که شما من اینجی ویدیو درو توخ چرا دیگه انباکسینگ کردم. لیکن باز ما گفتم برای شما کستم تر سرسری یک دفعه نشان بدم. نشان چطور بدم گفتم منیزی کستا از تمام اول ما که ایرا انباکس کردم از منیزو کستا اینی من چیزی شکسته بدر شد که مطلب اینی منیزی کستا مو سیت اپ شه پوره. 2 دانه مایک یک دانه ریسیور است که اونجا لگیده باز یک دانه تار داره دا اونجا چیزا لگیده دا ریسیور لگیده که ریسیور دا کیمرا ټچ کده بس قدازی قاطی یک دانه تا تایپ سی چیزام داره که جک مطلب دایرکت دا چیزا میلگه دا امزی چیز مغیره ریسیور شی بزور ریسیور کستا دایرکت دا موبایل ما اٹیچ مشنه. دیگه 2 دانه مایک گفتم داره یک دانه ریسیور داره یک دانه مایک شی اینیه یک دانه مایک شم اینیه. بس دیگه کستا منیزی یعنی تر یک دانه پاوچ دیگه پلاستیک است که در منیزو مختلف همو کاغذی چیزایش است. باز یک دانه اینی تایپ سی کستا چارجر امزی چیزا کستا. باز اینی ویند ماف است. ویند ماف مطلب همو که هوا را نمیگیره که مطلب دا بله سر انزنا میزنی 2 کلر است. یک سیاه یک اینی تر سیلور کلر است. اینی سیاه شه اور اینی کستا سیلور شه. اینی سیاه شه اینی سیلور 4 دانه ټوټل مایک 2 دانه لیکن 4 دانه ویند ماف داره 2 دانه مختلف کلرز کستا هر کدام شرکت استعمال کردی باز اونم داره. باز دیگه کستا قدازی اینی کستا قسم چارجر هب شه. دیگه من امزی چارجر من امزی مشنه 2 دانه مایک شکنجگی از ریسیور اردوش من امزی چارج میشه. باز یعنی تا خوبصورت بسیار خوب شه کوالیتی پاوچ داره که مطلب شما میتونین منیزی بیل نام از چیز است دی جی آی مایک مینی بسیار خوب شی. مایک ما ریویوز شکست زیاد توخ کدوم من یوتیوب وغیره من سوشل میڈیا امزو خاطر ما رکستا پرچیز کدم. دیگه خلاصه
ویدیو کستا چون که درباره قبرستانی بود، لیکن ایر ما چون که استعمال کردم ما گفتم برای شما کستا یک دفعه ایر نشان بدم که مطلب یک مایک که ما گرفتم او چیه دیگه. قبرستانی رو ما برایش گفتم که ما اینالی مختلف علاقه را کستا امی منی امزی قبرستان مختلف جاگای قبرستان کی مطلب منیش مردم دفن است که اینال که ما ششتومی جای کستا احاطه قبرای شهدا است که مطلب اینجی عموما امو شهدای مردم کی شهدای آزرگو کی مطلب مختلف واقعات شهید شدت اونا است قبرایش ما فعلا دمینج موجود استم اور منیزیم دو سه دیگه می ترکی است من کی مطلب منیم زو چار دیواری بند است شهدای کی مطلب دمنیش شهدای منبر کلان است شهدای مختلف دیگه شهدا کی مطلب دمزو 2004 2003 کی شهید شدن شهدا بازمی تر پس پشت ازی است یعنی تر یک احاطه نینجام است که مطلب منیزی مختلف شهدا کی مطلب تارگت کیلینگ شده دک بس دویم دیگه پس پشت ازی که یک حصه است که شهدا اونجا مدفن است دیگه باین بوری ما شمار کست و دیگه علاقه شرم کست نشان بدم باز هر کس که مرحومین چی است برای ازنا کست سوره فاتحه بخوانید اول خو برای شهدا کست یک سوره فاتحه بخوانید تمامی از ما. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین دین انعمت علیهم غیر المغضوب. دوستان گرامی ما شروع از کجا کردیم از دنزی علاقه پیشی برما البته اینجی پیش خانه آجی اکبر هم است که سابقه منبرای امام بارگاه ناصر آباد بودک بس قبرش هم کسته اونجا د سر گلیش کسته قبرش هم جوړ کده بس ما امزی منطقه طرفی سرشیو مورم طرفی تا مورم که اینی لباین سمجھو اینی طرف کسته مورم دیگه یہ علاقه مرحومین چی تقریبا از بسیار کونه دیگه 2007 بس کم تا که موری امی تر 1985 1986 بسیار کونه قبرها اینجی از مرحومین مردم کسته اینجی تدفین است اینالینی از 2008 اینجی اکثر شکست اینی چار طرف کسته از 2008 مرحومین 2008 والا تقریبا اینجی کسته دفن است دیگه اینی طرفا ای چون که شروعات چست 2008 والا اکثر شی مطلب ریسنٹلی امنا کی در 2020 2000 مطلب از 2000 به بال کسته که فوتگی شده اونا اینا همینجی دفن است دیگه انت که تا موری بزینا کسته کونشته مورا اونو خبره اکثر شی کسته که چند روز پیش ما اینجا ما دادم از 1985 از 1986 بس از این خاطرم که چیزا است اینجا کم پیش که موری اونو د اونجو حصہ کی موری اونجی کستا امی واقع چه جولای کی شهدایش بودک اونام کستا قبرایش است از خاطر پس پشت زو یا آس پاس کی مطلب طرف هر چقدر کی مرحومین فوت کده اونا کستا اکثر کستا زمزی 1986 1985 84 مطلب 80 د سنه 80 کستا برادر گل 1980 اینا کستا اکثر شی فوت کدن یک بسیار چیزا من وجه که قبرستان انتر بسیار گنجان شده بسیار رش شده منیشی وجهش این می است که ایره د پلانینگ جور نکرده دیگه اما تر هر کس که است برادر گل دفن مطلب مرحومین که دفن کرده بس بده خو جای نیشته که مطلب یک راه باشه که مثلا آدم پیشم رفته بیتنه بالکل انتر چیزا اشته شده انتر گنجان اشته که مطلب جای پای نیه مجبوری از بله قبرای مرحومین کسته آدم برادر گل بلش بال چونه خط پایای خونه بس تیر شده دیگه سمچی بوره یعنی مرحومین کسته بیچاره گو اکثر شی قادر علی ولد غلام رضا دیگه ساره نه اونو ده 1994 والا 1994 فوت کده دیگه اینجی برادره دوستا هر کس کی درو مینگرنا هر کس کی مرحومین چی د اینجی دفن است خاص کر امو دوستای کی وصال مسافر است د مختلف ملکای دنیا
دیگه اونا مرحومین چی اینجا دفن است. اکثر از اونا کستا بیچارگو دورن از مرحومین خو اکثر شمده نمیتنن یا اکثر نمادن. امو ترم ویزا پالیسی پاکستان کستا بلده مسافرها بسیار انتر کم ټف شده، بسیار انتر مشکلات ایجاد کده. بلده ویزا پالیسی سفر کدوی از او مسافرایی که در مختلف ملکایی مثل یوروپ، استرالیا یا دیگه جاگا که زندگی منند رو اینالی مو انت پیش موری اینجی کستا شهدای 6 جولاییه. یعنی 4 طرف دیگه یعنی مرحومین اونو آخری لاست دیگه اونو دیواله دیگه اونو جی از او بعد قبر نیه دیگه اونو جی کم تا که موری اونو مین انترنسی سرخاگاه که از طرفی مایلو ٹرسٹ والا چوک یا از طرفی شفاخانه کی مای دیگه اونو امو مین انترنس است. اول بیش هم کستا اونو امو مین کی مطلب مین روڈ قبرستانی است که مطلب اکثر گذاری مردم هم زونجی مشنه دیگه. اینی هم سنٹر ری امزی قبراست که اکثر شده 1980 1900 امی تر مطلب 80s گفته میتنی دیگه. منی ازو کستا از 80 گرفته تا مطلب 90 را اونو جگه کستا تا 2000 را مطلب قبرا کستا تا 2000 اونو نزونج مول تازه است پیش نزو امو ټنکی معلوم مشنه شمور بال فلای روی هوا ولا ټنکی کی دا منی برما جوړ کده. اینی هم کستا مقبرای شهدای 6 جولاییه. موینال رسیده دمزو جای که اکثر شهدای 6 جولایی کستا دفن است منیزی دیگه. زیادتر از مرحومین همی 4 طرف اطرافیا اینا هم کستا تمام از 1985 1986 تب 80s والا چیزا کستا فوتگیایش است دیگه. این توخکین اینی اسدالله هم نام از ممست خدا شر بیامرزه دیگه. این نو قبره 2004 فوت کده. اینی دودنک اینجا اینش توخکو اینی نوروز علی خلیفه دا 1986 فوت کده 25 تاریخ شی. اینی هم کستا 1994 ولایه. اینی هم کستا انترنسی قبرای شهدای 6 جولاییه. اینجی اکثر از نا کستا مثلی شهدای نووری فوتو نداره البته نمایش کننده است بله سنگای قبر شی دیگه. ای امو 6 جولایی کی یک دلخراش حادثه پیش آمدد دیگه. در وجه زو کستا یعنی شهدا کستا اینجی شهید شدن. برای جمله امزی مرحومین هر دوستایی که مرحومین چسته که در اینجا دفن است در 4 طرف ای طرف هم یا 4 طرف یا منی ازی خود ازی گنج شهدای 6 جولایی دیگه. برای تمام مرحومین خو یک سوره فاتحه بخوانی به شمول از ما شما هم کستا برادر گل بخوانین. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن دیگه. یالی موری بخیر طرفی بال ایلا بخو تا سړک است دیگه. موری طرفی بال رم کوریج داده بس ما انشالله کستا عالمو تازه از نزی سمت کستا امادی تقریبا این پس پشت نزی دیگه. اینی کجاشت اینی مقبره خدا شمور معلوم مشه نمشه. خو مول تازه نزی سمت تا کستا امادی بازال میخوای دا مایل فیلال بلنز سڑک است یعنی مین روड دیگه. یعنی از طرف امام بارگاه ناصرآباد کی آدم بایا بس امی سنٹری چیز کی مشنا گلی وابڑا آخری لاست روی وابڑا والا گلی کی مطلب مای بزنی جی د سنٹر کستا یگرا انج مخرا یگرا خو دبال مستا یعنی جی دبال بازالی مو کستا انزیرا اینی لا کار کستا کور منی برشمو کی دوستای مطلب مرحومین چ دزی حصے قبرستان دفن استا خصن انجی امو مردمی سید کستا انجی دفن استا سادات
زیادتر اینجا اکثر اینجا امو مرحومین خور تدفین مونه دیگه. ای برای زود دوستا است که مرحومین چی در اینجا تدفین شده دیگه. یعنی نزدیک کجا بگم برمی سرخاگا او نه برمی سرخاگا اون دو طرف است اور اینی مرحومینی چیز است اینه. البته میکس چیز است لیکن زیادتر شکسته چون که اینه زیاد علم هم لگیده. این مرحومین هم کسته دیگه. اینی جای اینی حصه چی خوب خالیه. این بلده نمازی جنازه شاید مطلب هم ترکتا جای را خالی اشته. این سرفراز ماش ای بیچاره جوان 2024 تازه فوت کرده بیچاره. یه نه قبر آقا حسین شاه شوروم والا مرحوم خدا شر بیامرزه. یعنی چهار طرف دیگه مرحومین دفنه. اکثر و بیشتر از ناکسته نو قبرایه دیگه. منی ازی هم کسته میکس میتر مرحومین دفن است دیگه. بسیار کٹه تعداد از مردم سید است دیگه. کونه قبرستانیه. بلده از این جمله مرحومین هر کس کی درو مینگرنا، هر کس کی مرحومین چی مادر پدر برادرایشی کسای است خوارایشی مثل از ما وری برادر گلم مادر ما فوت کده هم پدر ما اوم دمزی قبرستان است اونجی پیش حال خیر موری دو طرفم گناه کسته ده اینجی که دفنه برای ازی جمله مرحومین به شمول مرحومین از ما و جمله مؤمنین و مؤمنات و هر کس کی مرحومین چی ده اینجی دفن است. یک سوره فاتحه برای تمامی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین ای قدر ماشاءالله امی منطقه کټه بوده که در اینجا بسیار زیاد قبر جای شده لیکن حالی کسته بسیار مطلب جای کسته کم شده اور در پسنا سالا کسته مرگ های ناگهانی ناجوریا بسیار زیاد شده که اکثر مردم بیچارگو در عین جوانی از مختلف ناجوریا کسته بیچارگو فوت مونه. اینجی یک دنه قبر بود اینج در نزدیکی ها بود از محله والای از مو بودک اور مرحوم سید ایدرشاه آقا کی بیچاره از زمانه بیچاره کسته خدمت دین را مکدک باز مورا کسته البته قرآن و غیره نماز و غیره مورم امو مرحوم یاد دادن. اونا کسته در امام بارگاه عباسیه اندر مثلی کنه اون مردم ها داید چی باشد دیگه که سفاره یاد میگرفتن یا احکام دین یا اصول دین مختلف چیزا دیگه. آلو خدا اخبر در کجا باشه ما تر خود ما زیاد مرفته که در کجا بود. اینی چهار طرف اینی پس اینی برما اینی پس پشت دیگه اینی تمام قبر است دیگه. یک گلی نال اینی گلی کسته مستقیم بله امام بارگاه ناصر آباد موره اینی مین روड دیگه. اینی مین روड پیش موری اونجی کسته قبر شهدا مایا اینی گلی از این گلی که بوری مستقیم کسته دا بله امام بارگاه ناصر آباد موری. از اینی حصه کسته هم امزو مرحومینی مردم که در عمر مینگرنه اینجی دفن است مرحومین چی. اینجا ماشاءالله بسیار کٹه جای خالی است برای اکثر و بیشتر برای نماز جنازه کسته اینجی مردم مرحومین را که میره باز نماز جنازه را اینجی میخانه.
ای امو لاست پوینट د ای طرف است از این بعد کستا اونو جی امو منडी ما یا سبزی منडी की د منیشی ریڈیا است مردم سبزی وغیرہ میگره और هر کس کی میخوای اور تو کنه ما یک دونه ویدیو مخصوص درباره سبزی منडी هم جور کرده بودم की مخصوص نمزی منडी بوده که منی ازو کستا چی سودا مشنه چیز نمشنه مردم خونه مردم از مخ تمام خبر داره به هر کیف اونایی که خبر نداره اونا ضرور بوره توخ کنه ویدیو را ما لینک شکسته د ای طرف یا او طرف گو جای ازی پاپ اپ منم بس بورین توخ کن اور اینال هر کس که مرحومین چی د اینجی دفنه امو مسافره برای جمله مؤمنین برای تمام ازی مرحومین ازی جای یک سوره فاتحه بخوانین تمام ازمو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د یک منطقه آماده کی نزدیکی غسلخانه سرخاغا موگه یعنی مسجدی سر خاک این علاقه را ما خدا شاهد بسیار دوست دارم بسیار هم تر خوب کلا جای داره خوب سړک شم کستا کلا استا کټه سړک داره یعنی پس پشت از ما شما توغ منین یعنی پورا سړکونو مین از مین گیٹ کی مای سیده سیده کستا سن طرفی امزی مسجدی سر خاک مطلب گاه درامی غسلخانه سر خاگا یاد میشد یالخ ماشاءالله آباد شده بسیار خوب شد درختا کشته چهار طرف بسیار خوبصورتی آیا گاه اینجی کستا این میتر یک لخت کستا این میتر دشت وری بوده گور قبراغ مو ریزه بودی ما دیاد میمو یک دفعه این اینجی آماده بودی بسیار مطلب انت ویران بوده درخت کش نبوده خالی قبرستانی بود دیگه یعنی اینالی کستا موری منی مسجدی هزاره قبرستان یعنی توق منی شما این مسجدی هزاره قبرستانه اینه دیگه ای کستا بسیار از یک کونه جوره البته اینجا گو سنگ یا گو تختی نلگیده کی اسکای جوره ای گاه زمانه کی مقصد اکثر کی مردم فوت مکده اونا را که است برای غسل چی میور دمزی جای کی مسجد قبرستان است اور ای کستا امو مردمای کی کونه بوده یا لخو الحمدلله من مختلف ممبرگاه ها یک بلوک کستا غسلخانه میت جور کده کی مطلب مرحومینی کی مطلب چهار طرف مزوی ممبره خانه شسته اونا همونجا غسل داده کفن کده نماز جنازه شرکسر شخنده بز مایرن طرفی هزاره قبرستان دیگه یالی کستا غسلخانه شی البته فعال نیه شاید مطلب بگو لاواریس را یا گو تر چیز باشد که مطلب بوره ضرورت پیش باید که در اینجی برای غسل چی لیکن اینجی نالی شما توق منین چقدر خوبصورت چیز است بازم فعالیت داره ای جای کستا اکثر شما دا تدفین امده باشین که مطلب اینی سنگا که مطلب برای امزو مینگوری میت اشتا مشنا اونا اینجی تزین جور مشنا مطلب سیمیتی وغیره بس دیگه کستا اینی جی امو جای غسلخانه را ما شمور نشان بیدم دخالم که اینمی دروازه غسلخانه باشد دیگه اینمی دروازه غسلخانه میته یا ایش باشه یا اونوش باشه کونا مردما کی مطلب اینجا اکثر غسل داده اونا خبر باشه اونا اگر میخوای تصحیح کنه منیزی ویدیو د کامنت سیکشن کستا ضرور لیکای کنین و یک چیز دیگه که تاریخ ازی جای را که ما امی ترشیندون سرسری کیموگا از آزادی پاکستان پیش ای جای کستا جور شده اور تباحال رم کستا برادر گل فعالیت داره کارمونه مردم منی شکسته برادر گل خدمات سر انجام میده بلده مرحومین دیگه چون که تایم نماز شده دک ما از اینجا که آمدم ما اینجا ویدیو جور کنم باز رفتم اینجا در مسجد شکسته نمازم خواندم نماز چش تایم شده باز ما گفتم بیل نمازم بخوانم بوری ما شمار کسته مسجد شم نشان بدم یک دفعه دیگه اینی هم کسته مسجدی قبرستانیه یعنی تو دیگه یعنی ما تازه اینجا کسته نماز خواندم باز
برشتم گفتم بیل برای شما کستا تیم نماز بود ما در مسجد نمازم خواندم بس گفتم میرم شما کستا برای شما بگم البته از آزادی پاکستان پیش جایی که جور شده از حال تازه و نفر ما گفته که از 1935 والا زلزله پیشی تعمیر شده دیگه کسایی که خبر داره مهربانی کرده در من کامنت سیکشن کستا ضرور بگین که مطلب اگزیکت डेट از اگزیکت تاریخ از که مطلب آدم خبر شونه یا مطلب ویورز کستا بفهمه من کامنت سیکشن شما گفتم میتونین دیگه वैसे ये वीडियो कस्ता मखसूसी अमजी कब्रिस्तान बुदक लेकिन द गोल मा कस्ता जी खातिर माइक रकस्ता उर्दम मा तुम अमू साउंड क्वालिटी रकस्ता शिमो चेक किन या मा चेक कन मी टेस्ट एक टेस्टिंग हम बुदक की मतलब अमी साउंड अजीर कस्ता चेक कनी लिहाजा इनाली शिमो कस्ता मने कमेंट सेक्शन ज़रूर बुगिन की वॉइस अजी या मतलब अमी की मा दरा रिकॉर्डिंग कदरें कद वायरलेस माइक امی کستا چی قصد دیستن تو انا متمم شماده که مو غسل خانه رو برای مواس کده دیگه ما گفتم اموره شمور بگم که کوالیتی زی چطوره هر کدام شیم یک کامنت ضرور کنین برای کوالیتی مایک از ما که چطور است تا که ما خبردار شونم که مطلب مزید کدام زی مایک کستا ما ریکاردینگ کنم اینی هم است نظاره کونه غسل خانه اکثر کونه مرحومین کستا دینجی چیزا شده تدفین شده مطلب غسل لمینجی داده شده اینجی عالم غسل میدین مرحومین را خو این کدام مرحومین مطلب اونایی که لاوارث خو اکثر که صحیح دیگه این شما توخ کنین سیستم شیم کستا بسیار از کونه جوره یعنی اینی آو کستا طبق شریعت که ونه سیستم شه جور کده یعنی خوب صفا ستره دیگه عباس جان کستا دروازه رو برای از ما واز کرد بسیار زیاد تشکر از عباس جور باشی خوش باشی سلامت باشی عباس جان مطلب غسل خانه سرخاگا بگی یا مسجدی قبرستانی بگی دیگه اینجی چهار طرف از هم بسیار از کونه قبره موجود است ما که تا جای مطلب اندازه میزنم که وقت که تدفین قبره شروع شده مطلب ما مشاهدم زی علاقه بسیار کونه قبره دایی علاقه کستا استا چهار طرف شکسته برادر گل قبره اینجا موجوده اینال یعنی تو برای شما بگم که این طرف هم تقریبا قبره یک بلوک استا اونجا کستا قبره شهدا استا اونجا دیوالی قبره شهدا معلوم مشنا بس اینی طرف کستا این لبم تمام کستا قبرستانیه یعنی چهار طرف اینا این لبا کستا تمام قبره است یعنی پس پشتو تا اخیر کستا اون لبا سڑکا سڑک چیزا شروع مشنا چونی علاقه چونی بازی طرف کستا یعنی علاقه قبرستانیه یعنی توخکو یعنی کستا قبرستانیه دیگه اینجی اکثر امو قبره موجوده که از بسیار کونه ده اینجی موجود بوده این قبره اور اینجی بسیار خوب شی سبزکاری هم شده اور اینی شما مینگرن اینی مسجد اینی است مسجد خلاصه دنامی قبرستانی مسجد قبرستان اور غسلخانه قبرستان کونه مردم شاید خبر باشه که دنامی غسلخانه قبرستان مشهور بود اکثر مردم از اینجا کلو ترسم مخورد زمان خیر اویرنس نبود مردم قدر معلومات نداشتک باز دویم دیگه الحمدلله قبرستان کستا سرسب شده بسیار خوب شی معلوم مشنه که یک علاقه یا یک جای کستا انت سرسبز است بسیار انتو اینی قبره چی قصد کونه قبره بخی منهدم شده ای از 1935 از 1900 چند کستا برادر اینجا کستا قبره موجود است دیگه بسیار میتر yani شما تو مثل بسیار کونه قبرستان بسیار کونه قبره این شرطوخ که اکثر از نه انت منهدم شده اکثر از نه کستا بالکل انتر ده که زمین تر دیول شده برابر شده شاید درون چه مرحومین شم کستا میتر استغانهش خاکستر شده شد دیگه یعنی سرطوخ کن اکثر از نار کستا مردم تعمیر هم کردن سیمتی کده دوباره اونایی که وارثین چه کستا اینجا موجود بوده دیگه برای از جمله مرحومین که در اینجا دفن است
او وارثین که در پشت کیمرا در مینگر نیجایره دیگه برای مرحومین جمله مؤمنین و مؤمنات مرحومین از ما و اینی جمله مرحومین که اینجا دفن است یک سوره فاتحه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا بخشش میخوایم از شما چون که مایک کسته در کالر ما لگیده اور ما شاید از شوقی همزی مایک یا چون که ضرورت از است که ما گپ بزنم کم گواهی مگر زیاد شده شما کسته مرا ببخشین دیگه از بزرگی خو دیگه خیر توق منینال ما کسته اونزول با این طرف مورم که اینجا اکثر قبرا کسته برادر گل کونه بسیار اینجا تازه اونا هم گفته که از 1935 گرفته از او پیشتر نه مطلب از آزادی پاکستان پیشتر کسته اینجا قبرا کسته موجوده. اینا بسیار کونه قبرا یار خدا ډیټ لیکا باشم که نباشه لیکن بسیار کونه از این خاطر چر که اینی چهار طرف که ما درو تو منم اینی قبرا فل منهدم شده قنجگه زمین یکسان شده دیگه. سلام علیکم آقا جان بخیر جان تو جوره سلامت باشی. اینی غسل خانه اینی هم پس پوشچیه دیگه مور زبدی البته این جگه میمادی کئی گئی شوخی کدو یالم کسته اینی چهار طرف قبرستان این توخکن او نونجی کسته خاگی سید محمود آقا استه اور شیخ الاسلام والمسلمین علامه آقای توسلی هم کسته قبر شمونجه اور دیگه مرحومین هم کسته چهار طرف قبرایشی موجود است. یالی مو رسیده دینی سنٹری بالکل د سنٹر یعنی سنٹر چطور اونون جی کستا مو پنسل استا پنسل کی سنٹر قبرستانی ہے بس روی دروی از ما مین گیٹ استا پس پشت ما کستا غسل خانه یعنی مسجد قبرستان اور اینی بغل از مر شما توغ من اینجی کستا مقبره آقای سید غلام حسین خبر شسته بسیار قابل احترام برای ازمو و برای یک بلوگی تر آدما کی اینا را کسته خوش تره دیگه. اینی چهار طرف ازیم کسته ماشاءالله گفته چیز کسته بسیار خوب شی درختایه اور توخکن خوب سرسبزه مرخو راز پرسان کنی امیر رود کسته شخصا بسیار خوشم مایه تر خوب سرسبز خوب کشاده تر درختایش ماشاءالله کونه دیگه. اینجی میگفت گاها بز یگو دنه درخت بوده ده بسیار تر کونه مطلب از آزادی پاکستان پیش یگو دنه درخت بوده ده اور یک چند دنه ناندیش آدما کسته مگه کنده کدن یا خدا سودا کدن به هر کیف سودایش خوش مو کار نداره لیکن امو که کنده کده سمجو یک قسم تاریخ رکسته مسخ کده تاریخ رکسته میتاو کده. اینی هم د سنٹر از یک قسم ناله یا که ایو نزبله کو آماده امی ناله این پس پشت چهار طرف از ما کسته قبرای مرحومین اینجا است. البته مردمایی که در پشت کیمرا درو مینگرنن دیگه اونا اینجا مفهمن که قبرای مرحومین چی دزی چهار طرف کسته موجوده. اونو سڑک روی دروی دیگه اونو سڑکی چاونی والا ہے مطلب طرفی ڈیم سائڈ کی موری او ننا مرحومین اونو جی چهار طرف و طرف هم کسته بسیار زیاد مرحومین خیر معالی او طرف هم کسته ویدیویش جور منم او طرف هم موری دیگه. برای شما بگم که اینی مرحومین که اینجا خواسته منتظری دعاهای از موسته دیگه بلده تمامی مرحومین و برای ازی مرحومین کسته یک سوره فاتحه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن خو علی موری
طرفی بالنا سایड چی هم همیتر دفن است مرحومین. ما ویسه فردن قبرستان را کستا قبرا را گرفته نمیتونم. همیتر دست جمعی ازی خاطر درو مگم فاتحه بیدین چرکی یخو ویدیو اولم درا شده کم دیگه مزید باید لمبا نشنه. امزو مگم که همیتر دست جمعی چون که علاقه دیگه همی علاقه خودانچم خبر دارین که مطلب کی مرحومین چی در کجا دفن است. امزینجم که بریزنا فاتحه بیدین انشالله د ارواح زنا کستا میرسه. یعنی 4 طرف ازیم کستا ونه قبرستانی راست پرسان کنی بسیار خوب بهتر ماحول خاموش انتر خوب شی تا آدم بخی انتر سکون میلاوم شه. امون موقع آدم که زیاد خوشم بود یک دفعه قبرستان چکر دیه یا که زیاد دیخم بود یک دفعه قبرستان چکر دیه آدم را انتر بسیار انتر سکون میلاومش نه. یک قسم اینا لینی 4 طرف اینی چی کسته قبرای اونو پیش کسته الت شمور نشان دادم قبرای شهدا بودک دیگه اینی احاطم کسته تقریبا قبرای مردم که اینجا دفن است. اور اینا لی ما کم پیش مبرم ازی خاطر چرکی دو سایड شرخو ما بردادم شمور نشان دادم. اینجا اینی لبرم کسته کم این سایड د سنٹر شی بورم اینجا هم کسته یک دنه قبر کنده کده د خالم میت را اوردنیه اینجا انتوخ کن تمام چیشی جور کده دیگه خانه آخره دسکی باشه دی خدا و مرحوم رم بیا مرزه دیگه. اینی اونو مینگرن اونو قبر مایلو اونو مقبره پنسیل هم استا منجی قبر مایلو هم استا. اینی لبا یعنی تر 4 طرف برادر گل خوب شی درختاره کشت کردن ماشاءالله. اور امی هر کس کی خدمت مونه اینا را آبیاری مونه خدا اونار جزای خیر بده. ای درختا کستا بلدیز نا کستا یک قسم صدقه جاریه است که اونا بلده خدا زی دنیا کستا درو جور کدره خدا اونار کستا برادر گل ده دنیا و آخرت کستا اجر شی نایت کنه بیچاره گوره سیار خوارینه. این تو خالمی درخت را کستا دمی جاوده ده اکثر های زنار کستا امی انتظامی قبرستان کستا سنبال مونه لیکن زیادترای شرکستا خود نمزی وارثی نمزی قبرا کی پیشی قبرای نمزی مرحومین خو کشت کده اونای را سنبال مونه. مو گاریزه بودی د قبرستانی خلاصه منی این جگه کلو می گشتی لیکن حالی چون که عمر के साथ बस मसरूफियात हम ज़्यादा शुदा और ज़िम्मेदारियाँ खानगी हम ज़्यादा शुदा लिहाजा मो नमेतनी की मतलब बेकदर बिगश्ती आलिम आज़िन जतेर मुशुदम बस एक बसयार खूब शायर व बसयार खूब अदीब की मनी आज़रगो तेर शुदत मोहम्मद अली इख्तियार कबर शिरमादीदुम इंजी गुतुम शुमोरम निशान बिदुम खुदा शनार बियामरज़ खिदमत चास्ता बल्दे कौम याना द 2020 इनाम मरहूम बेचारा फौत कदन और इंजी कस्ता अक्सर मो मिशनासी मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट की द वक्ता खुद खिलाफी मुनशियात कस्ता कार कदक और दमजू रा कस्ता इना कुश्ता शुद बेचारा माइलो मोहम्मद इस्माइल माइलो इनी कबर शिया व एक किस्म यादगारी मरहूमिन या यादगारी शुहदा की जोर कदा गा ज़माना मोरे ज़ब दीर दनाम पेंसिल याद मुकद आलम शायद अक्सर आयर कस्ता दनामी पेंसिल ही याद कना यानी मो बलेजी बाल मुशदी अक्सर बलेजी जिनाजी बाजिम का दियाल बिसार देरा मुशना कि मतलब मो बलेजी एज गुफ्ते मर्दमा बाल नश दे दिगा लासा यानी بود از ویدیوی قبرستان دیگه امید منم که ویدیو خوش شما ماده باشه و اکثرای شما کستا ازی مستفید شده باشین و برای مرحومین خو کستا کسایی که دیق شده اونا فاتحه خواندن نتونستن دیگه اونا کستا برایش یک قسم گفته مردم یک سودمند ثابت شده باشه دی ویدیو دیگه اگر خوش شما ماده دی ویدیو را ضرور لایک کنین اور کسایی که
این ویدیو را در توق منه اونا ضرور شیر کنید کد فیملیز خو قنجگی دوستای خو اور لایک ضرور کنین ویدیو را چرکی لایک شما کستا یک قسم بوست منه مورا یک قسم برز مو کستا او ایندن جور مشنه که مورا برادر گل انرژی میلاو میشه اور مو مزید برای شما ویدیوز کستا جور میتنی اور یک چیزی دیگه لایک شما کستا برای مو بهتری مونه که امی ویدیوز از مو را کستا در تروی انجن یوټیوب کستا پیش د برای دیگه کستا شیر کراومونه دیگه ضرور لایک کنین اور شیر هم ضرور کنین کسای که تبال چینل سبسکرایب نکرده بورین جلدی سبسکرایب هم کنین تاکه ما مزید نو ویدیو کی جور منم برز نا کستا امی ویدیو ما بایا اور بیل آیکن را بله آل بیلین تاکه همون نوتیفیکیشن بلده شمو کستا هایلایت نه دیگه خیال خور زیاد بیلین خدا حافظ شم